ببینین قراره نسبت به نقطه سیاه قرینه بشه. میدونیم کاغذ شطرنجی کار ما رو از نظر اندازه‌گیری با خطکش خیلی راحت میکنه. پس اگه شکل رو روی کاغذ شطرنجی به ما بدن به راحتی میتونیم نسبت به یه نقطه قرینش کنیم. بازم اول رأس‌های شکل رو مشخص و اسم گذاری میکنیم. حالا با حرکت روی خونه‌های شطرنجی قرینه هر نقطه رو به دست میاریم. مثلا برای قرینه کردن نقطه زرد روی خونه‌های شطرنجی چجوری حرکت کنیم تا به مرکز تقارن برسیم؟ 2 واحد میریم راست و 4 واحد میریم بالا. حالا رسیدیم به مرکز تقارن. همین حرکت رو دوباره از مرکز تقارن هم انجام میدیم. یعنی 4 واحد میریم بالا و 2 واحد میریم راست. این نقطه میشه قرینه نقطه زرد. حالا بیاین نقطه صورتی رو قرینه کنیم. روی خونه‌های شطرنجی چجوری حرکت کنیم تا به مرکز تقارن برسیم؟ خب 4 واحد میریم راست و 1 واحد میریم بالا. رسیدیم به مرکز تقارن. همین حرکت رو دوباره از مرکز تقارن انجام میدیم. 1 واحد میریم بالا و 4 واحد میریم راست. این نقطه میشه قرینه نقطه صورتی. به همین ترتیب نقطه آبی و بنفش رو هم قرینه میکنیم. بعد از اینکه همه این نقطه ها قرینه شدن، طبق شکل اصلی نقطه هایی که به هم وصل هستن رو تو شکل قرینه به هم وصل میکنیم. اما بریم سراغ روش 4. توی این روش 2 تا خط عمود بر هم رسم می‌کنیم طوری که محل تقاطعشون همون نقطه‌ای باشه که می‌خوایم شکل رو نسبت بهش قرینه کنیم. مثلا این شکل رو در نظر بگیریم. قراره نسبت به نقطه سبز رنگ قرینه بشه. توی گام اول 2 تا خط عمود بر هم رو رسم می‌کنیم طوری که محل تقاطع 2 خط این نقطه سبز رنگ باشه. سال گذشته قرینه این شکل نسبت به خط رو یاد گرفتیم. گام دوممون پس اینه که شکل رو نسبت به یکی از خطها قرینه کنیم، مثلا نسبت به این خط افقی. گام آخرمونم اینه که شکل قرینه شده رو نسبت به خط تقارن بعدی یعنی خط عمودی قرینه کنیم و شکل نهاییمون اینه که میشه قرینه شکل اصلی نسبت به نقطه سبز رنگ. خیلی خوب بچه‌ها، تونستیم با 4 روش مختلف قرینه یک شکل نسبت به یک نقطه رو پیدا کنیم. بچه‌ها شکل‌های هندسی رو میتونیم به 2 دسته منتظم و نامنتظم تقسیم کنیم. شکل‌های منتظم شکل‌هایی هستند که طول ضلع برابر و زاویه‌های برابر دارن. مثلا یه 3 ضلعی منتظم 3 ضلعی هستش که 3 تا ضلع برابر و 3 تا زاویه برابر داره که اون چه شکلیه؟ کاملا درسته، مثلث متساوی الاضلاع. مثلث متساوی الاضلاع چند تا خط تقارن داره؟ بله، 3 تا خط تقارن داره. مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن داره؟ نه بچه‌ها، مثلث تقارن مرکزی و مرکز تقارن نداره. 4 ضلعی منتظم چه شکلیه؟ شکلی که 4 ضلع برابر و 4 زاویه برابر داشته باشه. به نظرتون لوزی هم 4 ضلعی منتظمه؟ لوزی اضلاع برابر داره اما زاویه های برابر نداره. پس لوزی 4 ضلعی منتظم نیست. مستطیل چی؟ مستطیل 4 تا زاویه برابر داره اما به نظرتون 4 ضلعی منتظمه؟ نه بچه‌ها، 4 ضلعی منتظم یعنی شکلی که 4 زاویه و 4 ضلع برابر داشته باشه. مستطیل زاویه‌هاش برابر هست اما ضلع‌هاش که با هم برابر نیست. پس مستطیل 4 ضلعی منتظم نیست. بریم سراغ مربع. مربع چطور؟ مربع 4 ضلع و 4 تا زاویه داره. چند تا خط تقارن داره؟ درسته، 4 تا. مربع مرکز تقارن داره؟ بله، مربع تقارن مرکزی و مرکز تقارن داره. بریم سراغ 5 ضلعی منتظم. 5 ضلعی منتظم چند تا خط تقارن داره؟ بله، 5 تا.
5 ضلعی منتظم مرکز تقارن داره؟ نه نداره. 5 ضلعی منتظم تقارن مرکزی و مرکز تقارن نداره. 6 ضلعی منتظم چی؟ 6 ضلعی منتظم چند تا خط تقارن داره؟ 6 تا. 6 ضلعی منتظم مرکز تقارن داره؟ بله، 6 ضلعی منتظم تقارن مرکزی و مرکز تقارن داره. بچه‌ها به نظرتون چه نتیجه‌ای میتونیم از این جدول بگیریم؟ به نظرتون رابطه‌ای بین تعداد اضلاع چند ضلعی‌های منتظم، تعداد خط تقارناشون و داشتن و نداشتن مرکز تقارنشون وجود داره؟ حتما به این سوال خوب فکر کنین تا دوباره برگردیم بهش. بچه‌ها به این رقم‌های دیجیتال نگاه کنین. به نظرتون کدوماشون تقارن مرکزی دارن؟ بله، 0، 1، 2، 5 و 8. حالا بیاییم با هم دیگه یه دونه عدد دو رقمی بسازیم که شکلش تقارن مرکزی داشته باشه. مثلا عدد 11 یا عدد 22. اگه 180 درجه بچرخن بازم همون عدد 11 و 22 هن. پس این دوتا عدد تقارن مرکزی دارن. حالا بچه‌ها ازتون میخوام 2 تا سوال بپرسم. چند تا عدد دو رقمی میشه ساخت که تقارن مرکزی داشته باشن؟ چند تا عدد 3 رقمی میشه ساخت که تقارن مرکزی داشته باشن؟ یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. سوال بعدیم اینه: اگه یه عدد 3 رقمی داشته باشیم که تقارن مرکزی داشته باشه، باید حتما تک تک ارقامش هم تقارن مرکزی داشته باشن؟ نه بچه‌ها، لزومی نداره. مثلا عدد 619، 6 و 9 تقارن مرکزی ندارن. یه سوال دیگه هم میپرسم، قول میدم آخریش باشه. تو خونه خوب بهش فکر کنید. بچه‌ها اگه یه عددی تمام ارقامش تقارن مرکزی داشته باشه، به نظر شما خود عددم حتما باید تقارن مرکزی داشته باشه؟